أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل الاذان، یعنی که باب در مسئله فضیلت اذان و همچنین اقامه. و این باب را درس گذشته ما و شما چند حدیثاش گرفتیم و امروز دوام حدیث های این باب را میگیریم. حدیث 1038 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث 1038 میگوید وعن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از جابر رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من قال حین یسمع النداء، یعنی هر کسی که بگوید وقتی که میشنود اذان را. ندا یعنی که اذان. هر کسی وقتی اذان را میشنود، اذان بوت میشود و خلاص میشود، بعد از اذان این سخنها را بگوید، این دعا را بکند، بگوید اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. پس میگه این دعا را بگوید. معنای این دعا چیست؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، یعنی ای بار الها، رب هذه، پروردگار این دعوت پره. این دعوت پره یعنی اذان. یعنی ای بار الها، پروردگاری صاحب این اذان، و صلات القائمه، و صاحب این نمازی برپا شونده، و نمازی که حالا برپا می شود، نمازی که حالا خوانده می شود برایت، ای پروردگار این نماز. آتی محمدا الوسیلة، یعنی بده برای محمد صلی الله علیه و سلم وسیله را. ای بار الها، بده برای محمد صلی الله علیه و سلم وسیله را. وسیله گفتیم درس گذشته، گفتیم که جایگاه در جنت است که الله تبارک و تعالی این وسیله را، این جایگاه را برای یکی از بندگانش قرار دادگی است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که میخواهم از جمله همون بنده باشم که صاحب این وسیله، این مکان بگردم. پس دعا میکنیم که پروردگارا بده برای محمد صلی الله علیه و سلم همون جایگاه را، همون وسیله را. والفضیلة، ای بار الها، بده برای محمد صلی الله علیه و سلم همچنین فضیلت را، بزرگی را. و بعثه مقاما محمودا الذی وعدته، و بعثه یعنی ای بار الها، مبعوث بگردان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، یا برسان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به کجا؟ مقاما محمود، به همون مقام محمود، به جایگاه محمود. ای الله تبارک و تعالی برسان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را الذی وعدته، یعنی مقام محمودی که وعده کرده ای برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ای الله همون مقام محمود رو برای پیغمبر نصیب بگردان و پیغمبر رو به آنجا برسان. این بود معنای دعا. اکنون پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که این دعا را بکند حلت له شفاعتی یوم القیامتی، یعنی واجب میگردد برای اون انسان شفاعت من
در روز قیامت. پس این انسان صاحب شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گشته است. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1038. بعد از این حدیث 1039: وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، یعنی که از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: من قال حين يسمع المؤذن، یعنی هر کسی که بگوید زمانی که میشنود اذانگو را، صدایش را، یعنی اذان را، هر کسی که صدای اذانگو را میشنود بعد از خلاص شدن اذان بگوید: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. این هست دعا یا این هست ذکر بعد از اذان. اکنون اشهد ان، معنای این دعا یا معنای این ذکر: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی که گواهی می دهم نیست معبود بر حق بجز الله یگانه که لا شریک له، شریک در بر اون نیست. الله یگانه که شریک ندارد، فقط شایسته عبادت همون الله یگانه است. و ان محمدا عبده و رسوله، و هر آن محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله است و فرستاده الله جل جلاله است. یعنی که هم بنده است و هم پیغمبر الله، فرستاده از جانب الله برای بندگانش هست. رضیت بالله ربا، یعنی راضی شدم برای الله که پروردگار ما هست. یعنی ما راضی هستیم که اون الله یگانه، اون معبود برحق پروردگار ما هست، رب ما هست. و به محمد رسولا، همچنین راضی شدیم که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر ما هست. محمد رسول الله پیغمبر ما هست، ما به این راضی هستیم. و بالاسلام دینا، و ما همچنین راضی شدیم که اسلام دین ما هست، اسلام دین و آیین ما هست، ما به این راضی شدیم. اکنون هر کسی که این دعا را میگه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که این دعا را، این ذکر را بعد از اذان که میگوید، غفر له ذنبه، یعنی فایده گفتن این دعا غفر له ذنبه، یعنی بخشیده می شود برای گویندش گناهانش. هر کسی که این دعا را میگوید گناهانش بخشیده می شود. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. بعد از این حدیث 1040: و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم: الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه، یعنی که دعا لا يرد، رد نمی شود در بین اذان و قامت. یعنی که یکی از جایهایی که دعا قبول می شود این بین اذان و قامت است که انسان دعا بکند دعایش قبول می شود. الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه، یعنی که دعا رد کرده نمی شود در بین اذان و قامت، یعنی دعا قبول است در بین اذان و قامت. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن،
این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی است و گفتگی است که حدیثی حسن می باشد. پس این بود باب فضیلت اذان و قامت. این باب با همین به آخر رسید. میگذاریم به باب نو، باب فضل الصلوات. باب نو در مسئله فضیلت نمازها. نمازها چی فضیلت و چی برتری و چی خوبی ها دارد. قال الله تعالی، امام نووی رحمه الله یک آیت میارد، میگوید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، سوره عنکبوت آیت 45. یعنی که الله تبارک و تعالی میگوید که این الصلاة، هر آینه میگه واقعا نماز، تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی باز می‌دارد انسان را از زشتی و از کارهای ناپسند. فحشا یعنی بدترین گناهان زشت و پلید و بد. و المنکری، این هم گناه است اما از فحشا پایانتر، یعنی از هر گناه چی بدتر است، چی گناهی که بدتر نیست و این برتر هست، الله تبارک و تعالی به سبب نماز یا خود نماز مانع می شده است از گناهان زشت و پلید و از گناهان ناپسندیده و از سرکشی. کدام نماز؟ همون نماز طبق سنت خوانده می شود، همون نمازی که مقبول درگاه الهی باشد. انا همون نماز انسان را از کارهای زشت و پلید باز می دارد. باید طبق سنت باشد و باید مقبول درگاه الهی باشد. زیرا که بعضی نمازخوانها را می بینی که گناه و معصیت میکنن، سرکشی میکنن، فحشا میکنن، منکر میکنن، اما اینها را نماز باز نداشته است. یا نمازشان طبق سنت نیست یا نمازشان قبول درگاه الهی نمی باشد. خب این بود یک آیت درباره فضیلت نمازها. بعد از این میگذرد به قسم حدیث ها. امام نووی رحمه الله در زیر این باب برای ما و شما 5 تا حدیث می آورد. حدیث اول این باب حدیث 1041 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگوید ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل منه كل یوم 5 مرات هل یبقى من درنه شیء. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ارأیتم، یعنی چی فکر دارید، لو ان نهرا بباب احدکم، اگر که رودخانه دریای آب جاری به نزد در هر یکی از خانه های شما جاری باشد، یعنی در پیش خانه‌تان نهری باشد، دریای باشد، یغتسل منه كل یوم 5 مرات، صاحب خانه هر روز 5 بار از اون آب استفاده برد، آبازی کند، خودش را بشوید، 5 بار رفته با اون آب خودش را بشوید. هل یبقى من درنه شیء، پیغمبر گفت که آیا باقی میماند از چرکی در بدن اون انسان چیزی، یعنی آیا بدن اون انسان چرک می شود یا چرک در بدن اون انسان میماند؟ قالوا لا یبقى من درنه شیء، اصحاب گفتند باقی نمیماند از چرکی در بدن اون انسان چیزی، از ناتازگی و از ناپاکی و از پلیدی در بدن اون انسان چیزی باقی نمیماند. قال، اکنون پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که فذلك مثل الصلوات الخمس، گفت پس این تمثیل هست، مثال هست برای نمازهای 5گانه،
یا این مثل نمازهای پنجگانه هست. یمحو الله بهن الخطایا، یعنی محو میکند الله تبارک و تعالی به سبب این 5 وقت نماز خطاها و کمبودی ها و گناهان را. یعنی که انسان وقتی که 5 بار به آب بدنش را هر روز بشوید یگان چرکی در بدنش نمیماند، همین طور انسان 5 وقت نماز رو که میخواند خطاها و گناهانش بخشیده می شود. یعنی که نماز سبب بخشش گناهان هست. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 1042 و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم یغتسل منه كل یوم 5 مرات. میگه پیغمبر گفت که مثال نمازهای پنجگانه به مثال دریای روانی کلانه هست. نهرین یعنی دریا، جارین که اون دریا جاری هست، روان هست. غمرین هست، غمرین یعنی کلان یا بسیار، دریایی که آبی بسیار دارد، یا دریای کلان هست. علی باب احدکم، در نزد در هر یکی از شما. یغتسل منه کل یوم 5 مرات، که آبازی میکند یا میشوید اون انسان از همون دریای جاری آب بسیار دار 5 بار. یعنی که این حدیث هم دلالت به این میکند که اون آب در 5 بار اگر انسان بدنش را بشوید هیچ ناپاکی در بدنش باقی نمیماند. پس 5 وقت نماز به مثل ان همان هست که هیچ ناپاکی در بدن اون انسان باقی نمیماند. این بود حدیث 1042. بعد از این حدیث 1043 و عن ابن مسعود رضی الله عنه، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، هر آینه مرد زن را میگه بوسه کرد، هر آینه مرد زن را بوسه کرد. این خلاصه ترجمه. اما اگر کلمه به کلمه ترجمه کردیم ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، هر آینه مرد اصاب یعنی که به دست آورد از زن بوسه را، از زن به دست آورد بوسه را، یعنی که یک زن را بوسه کرد. فأتى النبی صلی الله علیه و سلم فاخبره، پس همین مردی که یک زن را بوسه کرده بود آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پس خبر داد پیغمبر را، یعنی پشیمان شد از کاری کردگیش، از این معصیت و از این گناهی که انجام داده بود، از این پشیمان شد و نزد پیغمبر آمد. پس پیغمبر گفت من همین گناه را، همین معصیت را انجام دادم. فانزل الله تعالی، پس میگه الله تبارک و تعالی آیت را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد. این آیت سوره هود آیت 144 است که الله سبحانه و تعالی میگوید و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. الله سبحانه و تعالی در این آیت گفت و اقیم الصلاة، یعنی که برپا دار نمازها را، نماز را برپا دار. طرفی النهاری، طرفی النهاری یعنی که در دو طرفی روز، در دو طرفی روز، یعنی که سحر و بیگانی. و زلفا من اللیل، و زلفا من اللیل یعنی لحظه های از شب. نماز رو برپا دار در دو وقت روز و لحظات از شب، یعنی که دو طرف روز، یعنی که نماز بامداد و نماز پیشین یا نماز عصر، و
زلف من اللیل یعنی لحظه های از شب، یعنی نماز خفتن را برپا بدار، این نمازهای پنجگانه را برپا بدار. این الحسنات یذهبن السیئات، هر آینه حسنات یعنی که نیکویی ها یذهبن السیئات از بین میبرد گناهان و معصیت ها را، از بین میبرد گناه و معصیت را. پس این آیت معناش چنین است که برپا بدار نماز را طرفی نهاری، یعنی در دو طرف روز، یعنی نماز بامداد و نماز عصر را، نماز پیشین را، و زلف من اللیل یعنی لحظات از شب. در اینجا میگویند دو نماز می درآید، نماز خفتن با نماز شام، یعنی نماز شام و نماز خفتن. یعنی این آیت برای نمازهای پنجگانه است. چرا؟ این الحسنات یذهبن السیئات، هر آینه نیکویی ها گناهان رو از بین میبرد. یعنی نماز رو میخونی نیکویی هست، پس سبب آمرزش گناهان میشود. فقال الرجل، پس همون مردی که یک زن رو بوسه کرده بود، پس اون مرد گفت که علی هذا، آیا گفت این آیت خاص من است، این حکم خاص من است، یعنی که این آیت فقط برای من نازل شده است؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که لجمیع امتی کلهم، یعنی این برای تمام امت هم هست. هر امت من که نمازهای پنجگانه را که میخواند سبب آمرزش گناهانشان میگردد. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 1044 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الصلوات الخمس، یعنی نمازهای پنجگانه، و الجمعه الی الجمعه، نماز جمعه از این جمعه تا جمعه آینده، کفارة لما بینهن، یعنی کفاره هست برای آن گناهان و معصیتی که در بین اینها انجام داده می شود. یعنی نمازهای پنجگانه کفاره گناه است، سبب آمرزش گناهان می شود، و جمعه تا جمعه آینده سبب بخشش گناهان می شود. همچنین در دیگر حدیث می گوید از این رمضان تا رمضان آینده سبب روزه گرفتن و اینها سبب آمرزش گناهانی که در بین دو رمضان انجام می شود سبب می شود که کفاره می شود. ما لم تغش الکبائر، یعنی تا زمانی که انجام داده نشده باشد گناهان کبیره. یعنی که اینها نمازهای پنجگانه، جمعه تا جمعه آینده، از این رمضان تا رمضان آینده، اینها سبب آمرزش گناهان هستند، اما گناهان صغیره نه کبائر. برام خاطر پیغمبر گفت که ما لم تغش الکبائر، تا زمانی که انجام داده نشده باشد گناهان کبیره. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. یعنی گناهان کبیره باید توبه کرده شود، باید پشیمانی و ندامت و شروط توبه باید در گناهان کبیره باشد. اما گناهان صغیره با نماز خواندن و با کارهای نیک کردن و با جمعه خواندن و با رمضان روزه گرفتن بخشیده می شود. بعد از این آخرین حدیث این باب، حدیث 1045 و عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال، یعنی که از عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت ما من امرئ مسلم، یعنی هر شخصی مسلمان تحضره صلات مکتوبتون، یعنی فرا میرسد برای اون شخص مسلمان نمازهای مکتوبه، یعنی نمازهای فرضی، فیحسن وضوءه، پس اون انسان نیکو و خوب طهارت میکند، نیکو و خوب انجام میدهد طهارتش را، یعنی که طهارت کامل و پره میکند. و خشوعها و رکوعها، همچنین خشوعش در داخل نماز
کامل و پره میکند. و رکوعها، رکوعش در داخل نماز، رکوعهای نمازش، سجده های نمازش با خشوع و با تضرع میخواند، یعنی که کامل و پره رکوع میکند، کامل و پره سجده میکند، نمازش با حضور دل و کامل و پره میخواند. الا کانت کفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت کبیرة. پیغمبر گفت که می باشد، کانت می باشد، همین کارهای کردگی، طهارتی خوب و پره کردگیش و با خشوع نمازی خواندگیش و سجده و رکوع پره انجام دادگیش می باشد کفارة لما قبلها من الذنوب، یعنی کفاره از آن گناهانی که پیشتر انجام دادگی بود، پیش از طهارت کردنش یا پیش از نماز خواندنش، آن گناهان صغیره ای که انجام دادگی بود اونها بخشیده می شود. مالم تو کبیرتون، میگه تا زمانی که انجام داده نشده باشد کبیره. چطوری که پیشتر گفتیم که کبیره باید توبه و شروط توبه در کبیره باشد، اما گناهان صغیره با سبب نماز خواندن و با سبب پره طهارت کردن بخشیده می شده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد میگه که و ذالک الدهر کله، یعنی این فضیلت الدهر کله برای همیشه است، یعنی که برای دائمی است، یعنی نه برای یک روز معین. یعنی هر روز وقتی تو طهارت را پره میکنی، نمازت را میری با خشوع با تضرع پره میخوانی، پس گناهان تو بخشیده میشوند. یعنی این فضیلت برای همیشگی است. و ذالک الدهر کله، یعنی همین فضیلت برای همیشگی و دائمی است، نه برای یک روز معین، نه برای یک لحظه معین، نه برای هر وقت، نه برای یک نماز معین هم نیست، برای هر نماز. چی بامداد ده همین طور میکنی، چی در پیشین، چی در عصر و شام و خفتن، وقتی که همین طور با خشوع یعنی طهارت را کامل و پره میکنی، نماز با خشوع و با تضرع انجام میتی، رکوع و سجده را پره انجام میتی، پس سبب آمرزش گناهان صغیرت میشود. اما برای گناهان کبیرت باید اولا از گناهان کبیرت دوری بجویی و برای گناه کبیره را که انجام داده باشی باید توبه بکنی. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. با همین باب فضائل نمازها همچنین با آخر رسید. بعد از این باب 9 می‌داریم باب فضل صلات الصبح والعصر، یعنی که باب در مسئله فضیلت نماز بامداد و نماز عصر، مخصوصا نماز بامداد و نماز عصر چی فضیلت داره. زیرا که حاضر باب فضیلت نمازها را خلاص کردیم، این عمومی نمازها بود، 5 وقت نماز در بر می گرفت. اکنون باب بعدی درس آینده انشاءالله خواهیم گرفت، مخصوصا فضیلت نماز بامداد و نماز عصر می باشد. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را با پایان می رسانم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.